دوستان همونجوری که ملاحظه میکنید این یه هلتی بنزینیه که حالا تشکیل شده از یه قسمت انجین و یه قسمت گیربکس. قسمت انجین که یه باک داره، یه بند هندل داره که این بند هندل باید در راستای خودش کشیده بشه، کج و راست کشیده نشه. یه کاربرات داره که زیر این ساساتشه، یه دکمه آف و آن داره و این هم که اینجا شمعش میخوره و قسمت گیربکس که تشکیل شده از قسمتی که گریس خوره که اینجاست و پیچی که هلتی رو میبره رو حالت دریل و پیکور، اونم که پنجشیار سرشه، به مته پنجشیار میخوره و دیگه چیز خاصی نداره، فقط یه لوله اگزوز داره که از اینجا زده بیرون لوله اگزوزش. حالا خیلی از دوستان ما میپرسن صداش خیلی زیاده چیکار کنیم؟ ما خودمون شلنگ نسوز 1-2 متر میگیریم به این قسمت اضافه میکنیم صداش خفه میشه. این هم در مورد دریل بنزینی و این قسمت هم همون گازشه دیگه.